بزرگترین حقوق شهروندیمون این بوده که به ما به اطلاع بدن که بیاید پدرتون رو ببینید، برای آخرین بار بیاید پدرتون رو ببینید. شهید راجی رو دارن ساعت 2:30 شب غریبانه میبرن گلزار دفنش کنن، کاملا امنیتی، کاملا بدون اطلاع. مردم هیچ گونه اطلاعی خانواده‌اش از این دفن ندارن، بدون اطلاع مردم و خانواده دارن میبرن دفنش کنن ساعت 2:30 شب. آمبولانس رو ببینین جلو افتاده، شیر ما داخل آمبولانس، شیرمرد راجی، رو اتشار قهرمان تو قلب مایی.